بعضیها اسم روی ماشینشون میذارن و با دست میشورنش. انگار دارن از یکی از اعضای خونوادشون مراقبت میکنن. فکرش بکنین. ماشینتون برای رانندگی‌های آخر شب باهاتونه، برای سفر جاده‌ای با دوستاتون و حتی اون صبح‌های زود که فقط میخواین سرتون رو خلوت کنین. اینجاست که آهنگ‌های مورد علاقتون رو با شیشه‌های پایین میخونین یا با یکی تو صندلی شاگرد رازاتون رو در میون میذارین. با گذشت زمان هر فرو رفتگی یا لکه یه داستانی رو تعریف میکنه. به خاطر همین برای خیلی از مردم ماشین جزئی از خانواده میشه. خاطرات، ماجراجویی‌ها و گاهی حتی کمی از شخصیت ما رو تو خودش نگه میداره. پس دفعه بعدی که دیدین یکی داره آروم روی کاپوت ماشینش دست میکشه، فقط یادتون باشه اونها فقط دارن از یه ماشین مراقبت نمیکنن. اونها دارن به یه همسفر وفادار تو جاده زندگی احترام میذارن.